تسلیم باید بود، اما نه بی تفاوت. زندگی قانونهای خودش را دارد و قطعاً همه ما به نوعی با بزرگی و قدرت جریان زندگی روبرو شدیم. قطعاً همه ما به نوعی ترس رو تجربه کردیم. خصوصاً در شرایطی که نمیتونیم موقعیت رو پیش بینی کنیم. اما همیشه یادمون باشه که ما برای همین زندگی طراحی شدیم. زندگی که غیر قابل پیش بینیه و یکی از بزرگترین و بهترین و در عین حال ناخوشایندترین ویژگی‌هایش ناپایداری است. ما برای زندگی تکامل پیدا کرده ایم که ناپایدار است. شاید با اهمیت ترین بخش همین است که گاهی با از دست دادن‌های مواجه میشیم که اصلا آماده نیستیم. گاهی چنان روبروی مرگ قرار میگیریم که یادمون میره برای چه چیزهایی نگران بودیم، چه چیزهایی به ظاهر با اهمیت بوده برامون.